برای داوری راجع به یک مقاله، اولا این مقالات ما در چند فاز داریم. فاز 0 1 2 3. فاز 0 اصلا شما میخواید ثابت کنید هوشمندی وجود داره. خب و میایید توی ساده ترین با یک چیزی، این که شما فرض، حکم، برهان، میایید فرض میکنید یک میدان شعوری وجود داره. این میشه فرضت، این میشه فرض کلی شما. حکم مثل هندسه در واقع، فرض، حکم، برهان. حکم میای میگی که میخوایم ثابت ببینیم که یا ثابت کنیم که این هوشمندی روی این مولکول اثر دارد. میشه برهان، میشه این که شما بیاید اینو در آزمایشگاه تحت چیز قرار بدید و ببینید که بین این نمونه شاهد یا کنترل، بین این و این نمونه سوژه شما یه اختلافات معنادار رخ داده و تکرار پذیره. آزمایشات ما اینطوریه. حالا یه موضوع هست، داوری این مقالات به دلیل اینی که شعور نه ماده است نه انرژی، یا به عبارت دیگه اون چیزی که ما بنیان گذاشتیم تحت عنوان ساینس فکت، ما داریم میگیم که غیر از ماده و انرژی یه چیز دیگه هم داریم، یعنی که به نام شعور. میدونی یعنی چی؟ یعنی چارچوب دنیای علم شما به هم بریزی. قبول دارین؟ غیر از ماده و انرژی شما اگه بگی ما این چیز دیگه داریم، اونم تازه با هم تبدیل میشه، یعنی اصل بقای ماده و انرژی رو به هم ریختی. که ما با یه آزمایش آخرین آزمایشاتمون اینو برای خودمون حداقل اثبات کردیم. خب حالا شما میخواید اینو بیاید داوری کنید. ما اینو از دهه 80 این مسئله رو داشتیم که مثلا برای ISI و برای غیره و اینها هر چی مقاله میدادیم اینا بلافاصله میگفتن که این در چارچوب کار ما نیست. چرا نیست؟ برای اینکه متخصصشون ندارن. متخصصی که شعور داشته باشه هنوز به دنیا نیومده. پس استاد شما هنوز ببینید متخصص حوزه کانشسنس رو ما باید تربیت کنیم و ارائه بدیم. ما باید بیایم دانشگاهی که درست میشه که ساینس فکت رو میخواد چیز کنه، برای اولین بار متخصص شعور رو بده بیرون، که بعد حالا این متخصص شعور معلوم که این متخصص شعور تازه بتونه یک مقاله رو داوری کنه. خب بله، الان مقالات ما در حوزه نیست که ماده و انرژی باشه. تمام ژورنال های علمی در چه حوزه موضوع رو بررسی میکنن؟ یا ماده و انرژی. کارشناسشون تخصصش چیه؟ ماده و انرژی. تخصصشون ماده و انرژیه. من به اونا حق میدم، من به اونها حق دادم. منتها افرادی رو که دوستانی که با ما توی این تخصصا بودن گفتن حالا برای اینجا میفرستیم. البته ما چند تا چیزامون توی اخیراً چاپ شد، تاثیر نمیدونم شوری نمیدونم برگندم نمیدونم چند تا حوزه چاپ شد و توی جاهایی. ولی من یه چیز میخوام بهت بگم، به شما بگم، عرض کنم، و اونم اینه که من اگر کارشناس باشم من رد میکنم. چرا؟ چون که این نه ماده نه انرژیه. اون کارشناس نمیدونه شعور چیه، تو ما میدونیم شعور چیه. بعد ما تو آزمایشگاه اینا رو انجام دادیم و خیلی نتایج بسیار گسترده‌ای گرفتیم، از جمله اثبات ذهن ماده، حافظه ماده که تو همین کنگره ارائه میشه. و این یه موضوعی داره، یعنی برای خودش ما مجبور شدیم که ژورنال تخصصی خودمون رو بیایم، که حالا توی ژورنال آزاد چیزشو گرفتیم و همه کاراشو کردیم و الان مقالات حدود 65 تا تحقیق داریم. 9 تاش مال سال قبل بوده، 55 تا مال الان کنگره آریزوناست، 7-10 تا هم که همه انقلابی، از جمله همین برهم زدن اصل بقای ماده و انرژی، که ما اصل
بقای اطلاعات رو الان چند تا مثال زدم شنیدین، از بقای اطلاعات رو داریم به اصطلاح به جای اون داریم